به نام خدا، هموطنان عزیزم، بینندگان محترم و ارجمند شبکه سه سیما برنامه فوتبال برتر، سلام، شبتون بخیر باشه. تشکر و قدردانی از محمد رضا احمدی عزیز و جناب آقای مازیار. در خدمتتون هستیم با پخش زنده دیدار تیم‌های ایران و تاجیکستان. محمد محبی پاس بلند نورافکن برای نعمتی، موقعیت خوبی هست، نعمتی فرستاد به مقابل دروازه، توپ به تیر افقی دروازه برخورد میکنه. البته قبلش هم اعلام آفساید شده بود. ارسال بلند دیگه، مهدی محبی به توپ رسیده، آریا یوسفی هم بهش کمک میکنه. محمد قربانی میخواد شوت زنی بکنه یا نه، ضربش رو هم میزنه که توپ با اختلاف از کنار دروازه به بیرون میره. سفراف ضربه سر رو زد ولی توپو بازیکنان ما گرفتن. سامان قدوس میچرخه به دنبال یار خالی هست. حالا محمد محبی توپو تصاحب کرده، توپ اضافی تو زمین مسابقه، چیکار میکنه؟ یه اشتباه و حالا گل اول برای ما به دست میاد. چه اشتباه بدی داشت رستم یتیموف، بازی حالا 1-0 میشه به نفع ایران. محمد مهدی محبی بازی رو 1-0 میکنه. اینجا هم جالب بود که توپ جمع‌کنی توپ اضافه وارد زمین مسابقه کرد ولی داور بازی رو دنبال کرد. روی این صحنه اشتباه مرگبار رو انجام داد رستم یتیموف. توپی که راحت میتونست در اختیار بگیره به این شکل از دستش در اومد و اونجا حاضر بود محمد مهدی محبی تا بتونه دروازه رو باز بکنه. 1-0 به نفع ایران. یه اشتباه نورافکن رو توپ اثرگذار محمد مهدی محبی. یه پاس بلند، چه موقعیت خوبیه روی ضد حمله برای تیم ایران. محمد محبی خودش رسونده به محوطه جریمه و این هم گل دوم. گل دوم برای ایران. بازی 2-0 میشه. چه ضد حمله برقاسایی از بازیکن‌های ما. چقدر خوب بود حرکت محمد محبی و حالا بازی 2-0 میشه. توپی که در اختیار بازیکنان ما قرار گرفت، چقدر خوب بود حرکت محمد محبی و مهدی طارمی که تو محوطه جریمه با حضورش فضا رو ایجاد کرد برای ادامه حرکت محمد محبی و این ضربه با بیرون پا. جلیلوف تقریبا میشه گفت که حمله همه جانبه‌ای دارن تاجیک ها روی دروازه ایران. یه همکاری خوب، پنجشنبه رو به بیرون، این ضربه روی زمین و پیام نیازمند. چه اشتباهی رو مرتکب شد. اعتقاد دارن هوادارا که توپ از خط رد شده ولی این گونه نیست و نیازمند توپو در اختیار داره و داور هم ثانیه شماری میکنه برای شروع مجدد کار. این اون حمله قبلیشون بود، این فضا داده شد بهشون. این ضربه در ادامه توپ کمونه کرد و در آستانه ورود توپ بود به دروازه که نیازمند توپو در آورد. این سر و صداها ظاهرا نشون میده که گل هم تایید شده یا نه. باید ببینیم که نظر داور مسابقه چیه. بله، گل گرفته شده. گل گرفته شده و بازی میشه 2-1. پاس در عمقی که ارتباط قطع شد. جلیلوف حالا جسارت بیشتری پیدا میکنن بازیکن تاجیکستان. سامیف چرخش خوبی داره این بازیکن، بین 2-3 نفر توپو عبور داده و میبره به سمت راست. توپش هم سالم رسیده. سفراف سوتشو میزنه و حالا بالاخره میزنن و توپ با اختلاف خیلی زیادی هم به بیرون میره و سر و صداها هم میخوابه تو ورزشگاه. رو به عقب نورافکن، پاس بلندش فرار رامین رضاییان، کنترل این بازیکن. وحدت‌النور تک زده، مهدی طارمی میچرخه و شرطی که علیپور درخواست توپ میکنه. کوتاه کار میکنن. این بار یه کار تمرین شده که خیلی هم زیاد روش تمرین نکرده بودن تاجیک ها. توپ برمیگرده، یه ارسال، یه ضربه سر. گل دوم. گل دوم برای تاجیکستان. مدافع پیشتاخته 13-14 دقیقه پایانی که کاملا دیگه امید داره تاجیکستان برای اینکه بخواد گل برتری رو هم بزنه. ارسالی که انجام شد تعلل نیازمند برای خروج از
دروازه. آشفتگی خط دفاعی ما، اون شکافی که بین آقاسی و رامین رضاییان بود و جایگیری خوبه داره تاجیکستان و ضربه سری که میزنه و بازی 2-2 مساوی میشه. قصد اینو دارن که تو این لحظات یه مقدار اوضاع رو تحت کنترل مدیریت خودشون بیارن. پاس خوبه جهانبخش نعمتی روی زمین، یه موقعیت شوت زنی برای طارمی، مجددا خودش میزنه و توپو در اختیار میگیره یتیموف. کار جریان افتاده و ضربه سر حزباوی مدافع پیش تاخته ما از کنار دروازه به بیرون میره و این هم سوت پایان مسابقه، تساوی 2-2 ایران و تاجیکستان.